سلام تندرستی های عزیز، امیدوارم که حسابی حالتون خوب باشه. امروز میخوایم تمرینات بالاتنه انجام بدیم. مورد دیگه که خیلی شاکی بودیم نسبت به افتادگی قسمت پشت بازوهاتون، امروز چند تا تمرین مخصوص برای این قسمت حتما میخوام بگم. تمرینات با من انجام بدیم تا افتادگی این قسمت هم به مرور برطرف بشه. بریم که شروع کنیم. وسیله که لازم دارید یه جفت دمبل هست. اگر دمبل ندارید 2 تا بطری یک شیف و هم اندازه رو آب کنید و همراه خودتون بیایید که تمرینات رو انجام بدید. برای گرم کردن شروع کنید درجا بزنید. چرخش شونه به سمت بالا و عقب. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دست جلوی سینه باز به سمت عقب. 1 2 3 4. خودتون سینه رو کمی بدین جلو. 5 6 7 8 9 10. دستا رو به روی گردن تقریبا. 2 3 4. تا جایی که میتونید دستا رو برید عقب. 6 7 8 9 10. عوض کنید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دست کنار بدن. حالا چرخش شونه رو برعکس انجام میدم. به سمت بالا و جلو میارم. بریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. دست کنار بدن. زاویه آرنج 90 با استخوان بازو در راستای شونه‌تون باشه. بریم. دست از آرنج به سمت پایین میارم و برمیگردونم به سمت بالا. توی این حالت بریم. 1 2 3. اگه اجرای این حرکت براتون 2 دست سخت بود تک دست انجام بدین. یه دست رو کمر بگیرید، یه دست رو انجام بدید و بعد دست بعدی. 9 10. حالا آرنج رو جلوی صورت به هم میرسونم، باز میکنم و تا جایی که میتونم میبرم به سمت عقب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دستا تقریبا روبروی شکم قرار میگیره. آرنجا رو تا جایی که میتونید به سمت عقب بکشید. بریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یه دم با دم عمیق بریم برای ادامه حرکات گرم کردن کشش. به کمر بخوابید. زانوها رو به پهلو میچرخم. زانوها رو این حالت میذارم روی هم دیگه. دستا رو به روی سینه روی هم قرار میگیره. سر رو بذارید روی زمین. من به خاطر میکروفون سرمو نمیذارم، شما بذارید و دست بالا رو باز کنید، ببرید عقب. پشت دستتون رو به زمین برسونید. سر هم با دستم میچرخه و برمیگرده. بریم. 3 4. سعی کنید زانوهاتون از هم دیگه جدا نشه. 5 6 7 8 9 و 10. چرخید سمت دیگه. دست دیگر رو انجام بدیم. اگر پشت دستتون به زمین نمیرسه یعنی دامنه حرکتیه، مفصل شونه‌تون کم شده. این حرکت رو زیاد انجام بدید تا بتونید دامنه حرکتی مفصلتون رو به حالت طبیعی خودش برگردونید. 5 6 بازم داشته باشید. 7 8
9 10. همونجا روی زمین هر حالت که راحت هستید بشینید. مچ دستا رو به سمت داخل بچرخونید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برعکسش رو انجام میدن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. آماده بشید دمبلاتون رو همراه خودتون بیارید تا برید سراغ حرکات اصلی. برای اجرای حرکت اول زانوها رو روی زمین میذارم. میخوایم شنا بزنیم ولی زانوها روی زمین باشه. کف دستتون کامل زیر سرشونه یا شونتون باشه. زانوها روی زمین. پا رو میتونید حالت ضرب در هم بذارید یا اصلا کلا به سمت بالا بیارید، فرقی نداره. مهمترین نکته اینه که باسن پایین باشه. باسن رو بالا نگه نداریم، جا نمونه توی حرکت این حالت شنا بزنید. خب بریم برای اجرای حرکت. حالا میرم به سمت پایین. آرنجا زاویهش با تنه، زاویه زیر بغلم تقریبا 45 درجه است. دستتون نباید توی این حالت باشه. بریم شروع کنید. حالت دست درست کنید. بریم به سمت پایین. 1 2 3 دم و بازدمش میشه پایین دم، پایین بالا بازدم. 4 5 6 7 8 9 10. استراحت. حرکت شنا رو تا جایی که میتونید برید به سمت پایین. حتما این که کامل انجام بدید نباشه. تا هر جایی که خودتون میتونید بعد کم کم پله به پله ارتفاعتون رو نسبت بزنید کمتر کنید. خب آماده اید؟ بریم برای ست دوم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. استراحت. دم و بازدم بگیرید. خب بریم برای ست سوم. آماده اید؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. عالی بود. استراحت کنید. بریم برای حرکت بعدی. دمبلاتون یا بطری آب رو همراهتون بیارید. اجرای حرکت فاصله پاها عرضشون است. دست رو کنار بدن میگیرم، یه دونه جلو بازو میزنم، دست میاد بالا، میچرخونم، دست رو روبرو کنید و یه دونه قیاس سرشونه میزنم. همین مسیر رو دستم برمیگرده. خب آماده اید؟ بریم شروع کنیم. دمبلا توی دست، پس به سمت بالا، چرخش بالا. به 1 2 دم وزن داشته باشید. 3 4 5 6 7 8
9 10. استراحت. میتونید موقع استراحت دمبلاتون رو بذارید زمین که بار از روی دست برداشته بشه. آماده اید؟ بریم برای ست دوم. 1 2 3 4 و بازم 5. حواستون باشه که موقع بالا آوردن دست کمر رو قرص ندید. 7 با سن صفر بگیرید، پاها عرضشونه. 8 بریم. 9 و تکرار آخر 10. استراحت کنید. سعی میگیرم دم بازدم عمیق داشته باشید. آماده اید؟ بریم برای تکرار سوم. 1 2 3 4 5 6. افرادی که مشکل گردن دارید این حرکات براتون ممنوعیتی نداره. با حرکت قبلی باید براتون سخت بشه. 9 و 10. استراحت کنید تا بریم سراغ حرکت بعدی. اجرای حرکت بعدی میخوایم تنه رو کمی به سمت زمین خم کنیم. برای اینکه راحت تر باشیم زانو رو کمی صاف میکنم، با نیت کمی زانو کمی خم میکنم، با نیت به سمت عقب. پشتتون باید صاف باشه. پشت که توی این حالت باشه اجرای حرکت از همون اول فایده نداره. خب پشت صاف، تنه تقریبا موازی با زمینه. حالا 2 تا آرنج رو میخوام به سمت بالا بکشم و برگردونم. آرنج بالا و برگشت. حالا میخوام زمانی که آرنج رو به سمت بالا میارم یه خط صاف نکشمش. یه نیم دایره به سمت بالا و یه نیم دایره برگشت. پس 2 تا دستم میشه این و برمیگرده. درست شد؟ دمبلا توی دست، آماده باشید. بریم برای اجرای حرکت. زانو خم، پاها فاصلش عرضشونه، تنه تقریبا موازی با سطح زمین. بریم بالا. 1 2 3. برای اجرای این حرکت میتونید دمبلاتون رو سنگین تر کنید. 4 5. حواستون باشه پشت صاف باشه. 6 7 8 9 و 10. استراحت. نفس بگیرید. میتونید دمبلا رو بذارید موقع استراحت. آماده بشید. بریم برای ست دوم. پاها آماده، زانو خم، پشت صاف. بریم. 1 2. دستم رو کمی هلالی به سمت بالا میارم. 3 4 5. دقت کنید سرتون در راستای ستون مهره باشه. 6 7 8 دم و بازدم. 9 و 10. استراحت. دم و بازدم داشته باشی. چند تا نفس عمیق. علت این که روی تنفس تاکید میکنم برای این هست که برای سوختن چربی و کلا برای عملکرد عضلاتتون
عضلات نیاز به اکسیژن دارن، پس تا میتونید دم و بازدم ها سعی کنید صحیح انجام بدید. خب بریم سراغ ست سوم که استراحتمون زیاد شد. 1 2 3 4 5 دم بازدم 6 7 8 9 10. عالی بود. استراحت کنیم تا بریم سراغ حرکت بعدی. برای اجرای حرکت بعدی 2 تا دمبل دوباره توی دستتون، فاصله پاها عرضشونه یا میتونید یه پا رو جلو و عقب بذارید. توی این حالت کنترلتون روی اینکه کمر رو خیلی به سمت عقب قرص ندید بیشتر هست. ترجیحاً توی این حالت انجام بدید بهتر هست. خب دمبلا توی دست، بالای سرشونه نگه میدارم. حالا ببینید خم میکنم، میارم به سمت عقب، دمبلا داره میاد دقیقاً پشت گردن و دوباره دست رو به سمت بالا باز میکنم. خب برای که کنترل راحت تری هم روی دمبلاتون داشته باشید میتونید دمبلا رو به هم دیگه بچسبونید، ایرادی نداره. خب آماده هستید؟ بریم. پس پاها جلو عقب یا فاصله عرضشونه، بریم دمبلا رو به هم بچسبونید، میاد پشت سر و برمیگرده. توی برگشت دقت داشته باشین که آرنج رو کامل صاف کنید. 3 4 حواستون باشه کمر قرص ندید. 5 6 7 دم بالا بازدم 8 9 10. دست پایین استراحت 10 ثانیه. این حرکت دقیقاً عضله پشت بازوتون درگیر هست و احتمالاً درد عضله رو تا الان باید حس کرده باشید اگر درست انجام داده باشید. دمبلا رو دوباره به هم میچسبونم. بریم. 1 2 3 4 5. دقت کنید که سر رو خیلی پایین نندازید. 6 7 دم بالا بازدم 8 9 و بریم 10. استراحت 10 ثانیه. دم و بازدم. آماده بشید بریم برای تکرار ست سوم. اگر پا جلو عقب میذارید توی ست جای پاها رو هم میتونید عوض کنید. بریم. 1 2 کمر قرص نگیره، سر پایین نیفته. 4 پایین دم بالا بازدم 5 6 7 8 9 و 10. عالی بود. بریم برای استراحت و حرکت بعد. خب حرکت آخر دوباره حرکت خوبی برای پشت بازو هست.
توی پوزیشن حرکت قوی‌تر که بودیم تنه خم میشه، توی اون پوزیشن انجام میشه. پاها عرضشونه، زانو کمی خم میشه، باسن کمی به سمت عقب، تنه رو سعی میکنم موازی با سطح زمین ولی نسبت به اون حرکت خیلی بالاتر نگه دارم. بازوها کنار تنه هست، دست رو اینجا هم نگه میدارم، دستم صاف میشه میاد به سمت عقب و برمیگرده. هر دو تا دست رو دارم همزمان انجامش میدم. توی رفت و برگشت مچتون رو به سمت بیرون و داخل سعی کنید نچرخونید. زاویه مچ دست توی تمام حالتات رو به بدن قرار میگیره. من توی این زاویه وایسام که بهتر ببینید. بریم توی پوزیشن قرار بگیرید. بازوها کنار بدن، بریم دست صاف میشه به سمت عقب و برمیگرده. 2 3 4 5 آرنج باید کامل صاف شه. 6 7 8 سر پایین نیفته خیلی. 9 و 10. استراحت. اگه عضلاتون خسته شده میتونید کمی ماساژش بدید تا تایم استراحت بگذره و بریم سراغ تکرار دوم یا ست دوم. روی حالت حرکت قرار بگیرید. بریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. استراحت. چند تا دم و بازدم عمیق. بریم برای ست آخر. به پهلو بیستم که ببینید حرکت رو. بریم. 1 2 3 4 5 پشت سا 6 دم و بازدم 7 آخرشه. بریم 8 9 و 10. عالی بود. یکم استراحت کنیم. بریم برای کشش بالا تن. بریم سراغ کشش. دست رو این حالت جلوی بدن به سمت مخالف بکشید و نگه دارید. دستتون رو عوض کنید. مرسی. آرنج بالای سر، حالت زاویه 90. آرنجتون رو بگیرید و به سمت پهلو بکشید. برای سمت دیگه هم انجامش بدیم. برگشت. روی زمین حالت دوزانه دست رو بکشید جلو. برید پایین و نگه دارید. سعی کنید سینه رو به زمین نزدیک کنید. بالا. توی همون حالت میخوام یه دست رو از زیر دست دیگم رد کنم و به سمت مخالف بکشم. نگه دارید. حالا عوض کنید دستتون رو. کامل دست رو بکشید. برگردونید. روی دو زانو قرار بگیرید یا روی صندلی مبل بشینید. انگشت‌ها رو توی این حالت به سمت خودتون بکشید و نگه. مخالف به سمت پایین. دست دیگه. مخالفش به سمت پایین. مرسی. تونه ها رو
به سمت عقب میبرم، چونه رو نزدیک قفسه سینه میکنم و نگه میدارم. حالا توی همون حالت آروم دوتا دستم رو میارم پشت سر و هیچ کمی با دستم سر رو به سمت پایین هدایت میکنم و یه فشار کوچولو به سمت بالا بدید، سر سمت پهلو، دست دیگه پشت جمشه عوض کنید. مرسی. حسابی خسته نباشید. امیدوارم که تمرین تونسته باشید انجام بدید کارهای من. نظرتون در مورد ویدیوها بنویسید، برامون خیلی ارزشمند هست. دوستتون داریم حسابی. دستی که ادامه نرفته لینک دوتا ویدیوی دیگر اینجا براتون میذارم. حتما این دوتا رو انجام بدید تا جلسه تمرینتون توی هفته انجام بشه. تا جلسه تمرینی بعدی منتظرمون باشید.